سلام، وقتتون بخیر دوستان. طبق قولی که خدمتتون دادم جهت توضیح پوشش سیل، زلزله و آتشفشان به صورت اختصار براتون تعریف میکنم. تمام حوادثی که در قالب بلایای طبیعی بیمه گذار برای جبران حادثه باید خریداری میکرد، به غیر از سیل، زلزله و آتشفشان در متن بیمه نامه گنجانده شده و احتیاج به خرید بیمه گذار نیست و فقط پوشش سیل، زلزله و آتشفشان رو بیمه گذار در صورت تمایل میتونه با خرید و اعمال روی بیمه نامه‌اش حوادثش رو خریداری کرده باشه و هنگام حادثه بیمه ایران نسبت به جبران حادثه وظیفه و تعهد داره. پس فقط سیل، زلزله و آتشفشان در صورت تمایل بیمه گذار باید خریداری کنه. بقیه پوشش های بلای طبیعی در متن بیمه نامه گنجانده شده. امیدوارم که اطلاعات خوبی رو خدمتتون داده باشم. روزتون خوش و پیروز.